بیارید همراه با استانبول میرویم. یگان خانه رو اجاره میگیری، من تو رو نگاه بین میکنم. ببین خدمتگار هم نداری، در اینجا تنها چیکار میکنی؟ نمیروم گفتم نمیفهمی. با من نگار، من با تو کودک نیستم. از روی یک روی تو فرصت خوب رو از دست دادنی نیستم. مجبوریم که یگان کس رو با این زن نشان داده دخترت از گویم، یا تو رو یا فریده رو. یگان کس رو انتظار بودی؟ نه. در کجا میگردی؟ دخترم در کجاست؟ یک دقیقه، لیکن همین قدر انتظار شدم کافی است. اما آسیا، دخترم. خداوندا فرزندانم رو در پناهت نگه دار، گناهایم رو ببخش. خدایا اینجا کجا باشد؟ مادر؟ جرم دخترم. مادر شمایی؟ منم دخترکم، منم. چقدر تو رو جستم، همه جا رو جستم، اما یک جا شدیم. من مردم. زیق شده؟ نه، زیق نشدم، بلکه برای به اینجا آمدن تیار نبودم. درباره اینجا فکر نمی کردم. حالا جوان نمی گفتم، نمی میرم می گفتم، اما من نمی دونستم که عمر اینقدر زود به آخر می رسیده است. کاش یک امکانیت دیگر می داشتم. تو بازدید مادر، شما را در اینجا انتظار می شدم. خانم فریده خوب هستید؟ خانم آسیا یک دقیقه اینجا بید. خانم آسیا مرحمت خانم آسیا. خانم آسیا التماس برای مرا سرده، من دخترم رو دیدن میخواهم. من با دخترم گپ زدن میخواهم. با خود بیایید، همه کار رو برباد میدهید. وای بیمار است، یا راه گشته نمیتواند. نه اینطور نه، بیمار نیست، یک صدمه خورده شده است. التماس روید، آخر ما رو میشنود. من با تو چه خیلی مصلحت کرده بودم، همین بود مصلحتمون. خانم آسیا من مصلحتمون رو خوب در یاد دارم. شما از من باید خبر رو انتظار میشدید، فراموش کرد. بعد اینقدر سالهای طولانی جستجو دخترم در پسی در باشد و من او رو نادیده روم؟ تا او رو نبینم به هیچ کجا نمیروم، میفهمی؟ به هیچ کجا. همینطور مایلش درایید، خودتان میبینید که چی طرف شما را زده پیش میکند.
کمی پیشتر یک پوسیده دیدم. سخنهای گفته‌اش رو نشنیدید بهتر است. مایلش تنها با یک شرط برمیگردم. خودی پگاه دخترم رو به من برمیگردونی، فهمو؟ وگرنه خودم به نزدش میایم و همه‌اش رو به او گفته میدیم. فهمیدی مرا؟ من مادرش هستم. هم به محبتش و هم به غضبش راضیم. مایلش میورم. اما از برای خدا گپ رو دراز نکنید. اگر نروید از من زنگ رو انتظار شوید. زنگ میزنم. او را گسل کردی؟ با یک عذاب گسلش کردم. خیر اینش باز خوبتر. دیر یافتم. زود از دست دادم گفته گریه کرده میرود. تو هم باید هر چی زودتر آماده شوی. بیا چیزهایت را جمع کنی. باید پایهایت صحت شوند. او تو را فردا انتظار است. تو به من رقم تاکسی را ده، زنگ زنم. سرراسی ما شدن لازم نیست خانم جانم. ها؟ نه آمده حاضر تربوز میکشتیم. نشسته یک دو گپ میگفته دمیتار نه؟ شاید با من چیزی رو فهموندن میخواد. مادر جون ما سخت ترسیدیم. شد همش گذشت. خدا به جان ما رحم کرد. اگر شما نمی بودید چیکار میکردیم؟ یگان صدقه دادید. من هم با اتوبوس می اومدم، لیکن نخست تیزتر روم گفتم. خانه خالی است گفته ناراحت شدم. با تاکسی سوار شدم. خیریت که رسیدم. تشکری زیاد. خانم باید طرف بریم. بذارید. در اینجا چی واقعه؟ فکرم در اینجا دوست در آمده است. چند نفر بودند؟ به فکرم یک نفر، اما شاید که 2 نفر هم باشند. فریده چی شد؟ خانم آسیه به خانه دوست در اومد. قریب میمردیم. چی؟ تو در کجا بودی؟ در کجا بودی؟ او رو جنگ نکنید. اگر او نمی بود ما میمردیم. کودکان در کجایند؟ به اونها ضرر نرسونده؟ در بالااند. سخت ترسیدند اما حالشون خوب است. مایلش تو نقل کن. من کودک ها رو ببینم. خوش آمدی امیر. خوش باشی. چی شده است؟ یگان واقعه شد؟ پدرم در خانه پیران سالان نیستند. شاید چیزی شده باشد. برای شرف خیلی زیغ شدند. نمیدانم چیکار کنم. در سرم 100 فکر و خیال است. تو امروز در خانه بودی یا سمن؟ خیر یگان کس زنگ نزد است یا یگان خبری نامده است؟ نه یگان خبر نامده است. ای خدا، او در کجا باشده؟ دکتر! دکتر!
مادرم در کجاست؟ نمیدانم، من هم نو آمدم. یاسمن تو خبر نداری مادرم به کجا برآمدن؟ کمی پیش تاکسی جیغ زدند، بعد نشسته رفتن. خیر، بعد یگون چیز نگفتن؟ نه، چی شده است؟ تو به کجا میروی یشر؟ گوش کن یشر، با تو یک چیز میگویم. یشر، از تو یگان مدد دوستان هم خطا است. تو هم میروی؟ میروم یاسمن. پدرم را میجویم. به خیالم کجای آید میکوبم. پلیس، بیمارخانه، لبی. بله، پسرشان هستم. چطور؟ در کدام بیمارخانه؟ میلش، من زود میآیم. از پدرت یگان خبر گرفتی؟ یاسمن، پدرم در بیمارخانه بودند. در شعبه احیا. خانم همشیره، با این احوال بیمار تا صبح زنده نمیماند. برای بیمار داناریدی جستجو دارید؟ بله، جستجو داریم. با اویلش خبر دادید؟ بله، با اونها هم خبر دادیم. خسته نباشید که احمد. تشکر یشار. به فکرم مادرم از شما تاکسی درخواست بله، کرده است. من یک تاکسی فرستادم. یک زنگ زدن میپرسید او را در کجا فراورده است. تینجی است؟ چرا میپرسید؟ تینجی است، تینجی. مرحمت. من یک نفر رو میکوبم. لیلا فیگی. همان سراینده را. با او چی کار دارید؟ کار ندارم، یک چیز گفته میروم. حالا آمده است، در حجرش نیست. اگر خواهید اینجا او را انتظار شوید. نه، من دیرتر میآیم. آخر بیماری روحی دارد. پایهایم را سوزاند. اکنون آنها را چی طور صحت کنم؟ اینقدر داروها رو من بیهوده خریدم. قریب نصف معاشم را دادم. گوش کن، یک کار کرده این داروها را استفاده بر. زود صحت شده به پخست، چون که خانم آسیا پگاه حتما تو را دیدن میخواهد. فریده در همانجاست. ما چی طور میرویم؟ من نمیروم، تو خودت میروی. فریده مرا نمیبیند. اگر بیند دیدن گیرد چی فرق دارد؟ تو مهمان خانم آسیا هستی. چی به فریده حسابات میسپاری؟ یک پرسیده هم بیند. میبینی خانم آسیا با او چی جواب میدهد؟ راست میگویی؟ بله جانم، راست میگویم. لیکن التماس این دفعه آن کمال رو همراهت نگیر. همه کارها رو ویران میکنه. از کجای بیهوده پیدا شد؟ کن نبریم با ما چسبیده است. همش با عیبی تو شد. بیز میرو گفتم مجبورم نمیکردی. حالا من به این احوال گرفتار نمیشدم و این بلاها به سرم نمی اومدند. التماس در همین جا نگاه دارید. چی طور؟ من از اینجا چی در به خونه میروم؟ با چه گس میروی؟ هر میلش میروم. باز مادرم هیر شده است. کنی روح گرد تو میتوانی. آی با دقت باش.
را نسوزانم نامم پنهان نباشد. تو باز چرا میخندی؟ با من نگر، حالا این را به سر زده میشکنم. اگر خواهی شکن آن وقت خزیدن را هم یاد میگیری. اگر خواهی شکن من البته با پا میخیزم، اما تو یک عمر با چرهای عرابه عذاب کشیده میگردی. شاید نگردم. پگاه صبح شرکتی به خطری می آید. تمامی سیستم های به خطری خانه رو عوض می کند. فهمو دخترها؟ پیش از نصف روزی همه کارها رو انجام دهید. یعنی پگاه یک مهمانی عزیز می آید. خوب شد از خانم آسیا. تو چه حال داری؟ یگون چیز آماده کرده می توانی یا اینکه از بیرون سپارش دهم؟ نه من خوبم. خواطر نشوید، آماده میکنم. تو چرا روی مال کرده ای؟ این باز چی نغمه ای نو؟ من امروز فکر کردم که مردم. وقتی که به خود آمدم دیگر از سرم گرفته نتوانستم. مایلش خودت میدونی یک چند روز پس حالت روحیت بهتر می شود. بعد درست‌تر فکر میکنی. خیلی زبید است، از سرت نگیر. دخترم، مادر شمایی؟ منم دخترکم، منم. چقدر تو رو جستم، همه جا رو جستم. اما یک جا شده. من مردم. زیق شده. نه، زیق نشدم، بلکه برای به اینجا آمدن تیار نبودم. درباره اینجا فکر نمی کردم. حالا جوانم می گفتم، نمی میرم می گفتم. اما من نمی دونستم که عمر اینقدر زود به آخر می رسیده است. کاش یک امکانیت دیگر می داشتم. تا باز دید مادر، شما را در اینجا انتظار می‌شود. پدر جان، ببخشید ما را پدر جان، ببخشید. میکشم. پسرم رو نابود کرد، جزایش رو بیند. قلم رو زیر میکنم. نه لیلا میموند و نه اتیلا. چطور میکنم؟ خانم لیلا، این روزها بسیار در کاری شده اید. تو چه ها میگویی؟ به خدا این را از آنها پرسید. از صبح 2 نفر شما را پرسیده آمدند. کم پیشتر یک زن گویا به من لازم باشد.
شما بخیر. یک چیز پرسیدم. مرحمت. به اینجا یک زنی میان سال با مویهای زرد و پالتوی سبز آمده بود. نیم ساعت پیش اومده بود. یک زن رو پرسید. در اینجا نبودنش رو فهمیده بر اومده رفت. او لیلا رو پرسید؟ بله. آقای امیر، گپ را دراز نمیکنم. حالت پدرتان خیلی بد نیست. امیتاره، من از احوالشان تماما بیخبر بودم. شما پسرشان نیستید؟ بله، پسرشان هستم، اما هرچی که نباشد مسئله های عائلویتان به من دخل ندارد. حالا باید به پدرتان دلی نمانیم، اما دانار هنوز یافت نشده است. کاش پیشتر امکانیت میافتید و او را جراحی میکردید. اکنون چی میشود آقای دکتر؟ با شما انتظار شود گفته نمیتوانستم، اما متاسفانه تماما وقت نمانده است. از همه دیر پگاه باید جراحی کنیم. وگرنه چی میشود؟ وگرنه پدرتان را از دست میدهید. التماس نکنید التجا میکنم. به من رحم کنید، من فرزند دارم. یاری دهید. میشنوی یاشر؟ خیز به خونه میرویم. زودتر یاشر. مادر شما چی کار کردی؟ یاشر من نکردم. آن آدمونی بد کردن. میفهمی آدمونی بد. به خونه میرویم. خیز لیلا چی کار کردی؟ حالا کسی ما رو ندیده است. بیا به خونه رویم. خیز گفتم. پلیسا ما رو در اینجا نیفته. زود به خونه رویم. خیز یاشر خیز. کنی زودتر. کنی راه گرد. خیز یاشر زودتر. خیز بازد پلیسا میآید. خیز زودتر رفتیم. لیلا خدا شما رو نگاه داشتم اجان. خیریت که در خونه نبودید. در اصل در خونه بودنم رو میخواستید، اما ای بس خانم مگر ما قاتلیم؟ با دقت باش. رو نوش رو بیار. خوب شد از خانم آسیا. یگان چیز رو ندوزیدند؟
نه فرصت نشد چونکه پاسبان سری وقت رسیده آمده است. ناراحت شدی جانم؟ شاید موضوع رو دیگر میکنید که ناراحت نشوم. چرا قهوه رو دیلک نآورد؟ من میبرم گفتم. تشکر. نوشی جان. با او چی شده است؟ نمیدونم، شاید کمی ترسیده است. گیره نکنه پسرم، این زن با گیره نمیارزد. همه بین جزایش رو دید. بیا در همین جا استراحت کن. گیره نکن پسرم، گیره نکن. پسرم اگر من میکشتم خوبتر میشد. در حبس خانه پوسیده میرفتم. اما خدای مهربان با منو تو رحم کرد پسرم. صد شکر خدا. برای همین خرسند شو پسرم، خرسند شو. دوستش می‌داشتم. مایلش دیوار نوار دوستش می‌داشتم. چنان دوست می‌داشتم که چشمم غیر اون کسی را نمیدید. میکشم گفتم اما من خودم را فریب کردم. مگر من لیلا را کشته میتوانستم؟ بعدا نرفتم، گریخته از گفتند. خرسند شدم که گریخته است. بگذار گریخته باز به نزدم می آید گفتم. نه آمده است. چرا نگفتید مادر؟ او را گرفتم میرفتم، به جای دور میرفتم. کسی باران میتوانست میاد. تو رو هم میافتن، او رو هم میافتن. چطور سلاحداران به خانه زده در آمدن تو رو کشتن میخواستن، فراموش کردی؟ کاش میکشتن، کاش میمردم. پسرم اگر تو موری من هم مورم. لیلا هم با آخر میرسد پسرم. یشر سیده رو در خاطر داری؟ برای او هم همین طور گریه کرده بودی. اگرون باشد حتی نامش رو نمیگیری. یشر همه‌شون با یک قطره اشکت نمیارزن. کنی خیز به خونه میروی. بیا پسر، تا وقتی که من در برات هستم کسی به تو ضرر رسونده نمیتوانه. هیچ کس. میفهمی پسرم؟ هیچ کس. رفتیم پسرم، رفتیم. اگر خواهید به ترتیب در آوردن خانه رو به ما مانیدم جان. یشی این مصیبتی ساختد به دلم زده است، میفهمی؟ دلم به حضور میشود. از من دور باش چون که تو انتخابت را کردی. پگاه در جای کار انتظار. آقای تیمور التماس مرا همراه نکنید. چیزی که گفتم اجرا میکنی؟ خیر خودتون میدونید. خیر یشی خیر. پگاه پورا در جای کار میشه. آخر آقای تیمور میرویم جانکم؟ میرویم. رفتیم. چقدر تو رو جستم، چقدر جستم. اما یک جا شدیم. من مردم. زیق شده.
پادشاه پرشته یکم. حالا وقتش نبوده است. روزی می رسد که ما با تو یک جا می شویم و دیگر اصلا جدا نمی شویم. بیا اکنون در این جای ها نیست. بیا وقتی برگشتن انشالله صحت می شود. بیا پسرم. مادر گپی دخترها نشنیدید؟ با پدرم دیل لازم. پسرم اگر تو می دهی؟ پسرم ما پیر شدیم. بیماری بهانه است. وقتمون رسید. روزمون که بود شد می رویم. بیا. شما چرا این طور میگویید؟ من در خصوص پدرم گپ میزنم. پسرم از یک طرف پدرت، از طرف دیگر تو. من جانم رو در بین همه ماندم آخر. من چی میگویم؟ او باشد در چی فکر است؟ پدرم را به حجره علاهیده میگذرانند. شاید آن وقت به نزدشان در آمده توانیم. انا دیدی؟ این طور با آسانی پس نمیگردد. چی چیزهایی رو پسی سر نکرده است. پگاهی روز دیگر خودت میبینی که از اینجا رقص کنان به خانه میرود. لبای لیلا افگیل وای ما یک مدت وار نمیخوردیم. کدام بیمارخانه؟ میلش در خصوصی لیلا است. مرده است. در مرگ بوده است. جیغ زدند. اکنون چی میروی؟ پسرم چیکار میکنی؟ بیمارخانه و مرگ. مرد و رفت آخر. بلا با پسش. از نزدیکانش هستید؟ همسری پیشینه هم بود. خدا صبرتان بیاره. تشکر. بعد از مرگت از تو دست میکشم گفته بودم. اکنون دست کشیدم. رو زودتر رو. هرچی زودتر شوهرت رو هم به نزدت میفرستم. شرف افگل آماده شو. من از دادستان میروی. از نو بیانات میدهی. برای چی؟ بعد میفهمی. الو خانم موسیه، من زنگی تو رو انتظار بودم. با فکرم امروز دخترم رو میاری. همین خیلی نه؟ البته او به نزدتون میآید، لیکن من آماده نمیتوانم. اما یک علاج کرده پینا رو به نزدتون میفرستم. او رو میفرستی؟ کاش تو هم میآمدی. خیر یگان وقتی دیگر میآیی. نصیب باشد. نصیب. خانم موسیه از شما یک چیز دیگر رو خواهش میکنم. این چیز در بینمون ماند. میلش در این باره با کسی نگویید. میلش خیلی که مصلحت کرده بودیم. میلش انتظارم.
فریده بیا. بیا گذر. بیا دخترم. گوش کن، از دمی مرگ گشتی. میفهمم آسان نیست البته. اطراف رو دیده ایستادم چی حدیثه ها می شود. یعنی آدم به چنین احوال گرفتار می شود به فکرش تنها آن دنیا می آمده است. اما اکنون با عقل سالم رفتار کردن لازم است. طب معاصر بر اومده است. گوش کن دخترم، شاید به بیماری روحی گرفتار شدی. من یک دکتری شناس دارم، رقمش رو به تو میدهم. بگذار تو رو معالجه کند. مبلغش رو من خودم میدهم. نه تشکر زیاد خانم آسیه، من به دکتر احتیاج ندارم. من تنها میخواهم به تو کمک کنم. اگر خواهی وقتی به بیرون بر اومدنت سطر بکن، اما در درون خانه هیچ نباشد آن رو گیر. البته من دخالت نمی کنم، هر چی میخواهی امان رو کن. بیمارتون رو به حجره دیگر گذارانیدیم. میتوانید در اومده بینید. آها، من درایم. نه پسرم تو ندارو. حالا باز طبعت خیره می شود. بد نمی روم میگویی. من میدارم پسرم، تو ایست. یشار به کجا رفتنی؟ اهمیت نده، من درایم دخترم. مرحمت. او رو خسته نکنید. آقای خیردین، آقای خیردین، مرا میشنوید خیردین؟ داشتم. آقای خیردین، به فکر مرا نشناختید. من نباهتم. آن خانه را فروش. کدام خانه را؟ ای خدا، عقلش را هم گم کرده است. آن خانه را فروش، پولش را به غالب ده. تو مار هستی، همان را زهرآلود کردی. دفع شو. پدر جان، خانم همشیره. پدر جان، چه حال دارید پدر جان؟ زودتر براید از اینجا. پدر لطفاً براید از اینجا میگویم. براید. خاطر نشوید پدر جان. براید اخیر براید. همش خوب میشود پدر جان. یاسمان امیر، یاسمان. کار کرده اش رو دیدی؟ بیمار است، اما باز هم به سرم داد میزنم. برای به اینجا آمدنم 1000 بار پشیمانم. پدرم چی گفتند؟ من مار بودم، زهرآلود میکردم. چرا هم کس شما را مار گفتند؟ خانه رو فهمیده. چی؟ خانه رو فروخته به حال پولش رو ده میگوید. از جای خوابش به من عقل نشان میده. اما 20 سال چطور گذشته از خبر ندارم. کودک‌ها رو چطور کلان کرد، چیکار کردی هیچ نمیپرسم. هیچ. نباید لباس تازه بیار، نباید پول بیار. مرا محتاج آدمان کرد. من نداریش همین خیل بوده است. مادر،
بیایید به بیمارخانه برگردیم. نه گوش کنید، حالا وقتی قهر کردن نیست. پدرم صحت شده از بیمارخانه برآیند، نشسته گپ میزنیم. من هم به شما کمک میکنم. من دیگر به نزد او نمیروم پسرم. این طور باشد نمیروم. نه، تو بعد از 15 روز پدرت رو میبینی. حالا روز به هفته بگذار. کنی زودتر. ماشین رو نگاه دار. چی کار میکنی؟ آروم او رو از دست میده. یکم کاری کن. ماشین رو نگاه دار. کنی بجای چی؟ آن شخص شاهد است. همش را او میداند. شد به نزد داستان میروی. دردت رو میگویی. ما در کجاییم؟ اینجا کدام کوچه است؟ بازی راننده را میپرسی. صبح خیر. حالا که شرف رو ناوردم؟ در راه هست، کمی دیرتر می آید. یگون پیشروی هست؟ این رو باید از شما پرسم. مدامی به نزد دوستان اومده اید. خانم ملیک، من بغیر از این دوستی نزدیک اویله شرف هستم. با کمیسر امیر هم کاریم. یعنی هر دویمون در یک طرف هستیم. اگر ما بود یگون چیز شنوید یا از یگون چیز شبهه کنید، در حال به ما خبر دید. این به فایده کار می شود. این برای شما هم لازم می شود. البته لازم می شود. چی کار میکنی؟ دولمه تیار میکنم. یک قسمش رو با زیتون، دیگرش رو با گوشت بکن. حالا چی رو دوست می‌دارد نمیدانیم. میلش. با فکر مهمونی مهم است. خیلی هم مهم. تو میدونی کی می اومده است؟ یگان چیزی گفتن؟ نمیدونم. اما خیلی در هیجانند. خدایا توبه، کی می اومده باشد؟ من نمازم رو خوانم. اوهو، برای از کار گریختن بهانه خوب. نیم ساعت کار میکنی، 2.5 ساعت استراحت میکنی. آفرین، من هم سر کنم. تو هم سر کن دیلیک. الو آقای تیمور، چی شد؟ در راهی؟ آمده نمیتوانم. خانم اوسیا از صبح باز مرا زیر نظارت گرفته است. یگان بهانه یافته برای آخر. نمیدونم دخترش و کسی دیگری می اومده است. چی؟ آخر نمیدونم، پورا نفهمیدم. همین خیلی با من نگر دیلیک. هر که نهایت چشمت رو از اون نکن. دخترش به دست یا نفهم. از تو خبر انتظارم. تو از پسی چی هستی؟ پسرم، من بعد چیزهایت رو میفرستم. میلش، یک دو روز بعد میرسد. بیا، همینجا ایستیم. مادر، کاش پدرم را صحت و سلامت می دیدم. درونم ناراحت است. پسرم، او از من و تو دیده با قوت‌تر است. مگر ندیدی با من چطور جنجال کرد؟ شخص بیمار همین طور گپ میزند. کنی اکنون به اتیلا زنگ زن. کشتم گوی.
گوش میکنم. خواهشت رو اجرا کردم. پراندم گوی. لیلا را پراندم. مرد. توی یشر دلی تو هم از سنگ بوده است. از تو هیچ این رو انتظار نبودم. همش تمام. اکنون کار به آخر رسید. از من دست کش گوی. تو برای خودت، من برای خودم گوی. اکنون از من دست کش. مایلش چنانه که مساعد کردیم خواطر نشو. دیگر روی مرا نمیبینی. چی گفت؟ دیگر روی مرا نمیبینی گفت. همین قدر؟ خدایا صد شکر. ای خدا. خیر رفت پسرم، خدا نگهبانت. مادر بیایید اکنون روید. چی؟ در همین جا 1 ساعت انتظار میشوید؟ البته انتظار میشوم. من انتظار نشوم که انتظار میشم. روید. آخر خسته شدید، کمی استراحت کنید بعد به نزد پدرم روید. نه من نمیروم. مادامی که مرا دیدن نمیخواهد بگذار در کنج بیمارخانه پوسم. کنی Gitsen bile sakın unutma, unutma, unutma anneciğim. Kapını açık tut, unutma anneciğim. مادر چیزهایم رو نفرستید. برای چی؟ نمیدانم. نفرستید، لازم نمیشود. Bana dur desene, yatırıp dizine. خودت رو احتیاط کن. Uyandır hepsi geçince. Ah annem, hadi çık önüme, yoluma durup da hakkımı helal etmem de. Ben gidersem günler geceler adımı heceler misin? Beni sakın unutma, unutma anneciğim. آن اوستا را دیدم. در نزدیک کوچه شمالی از یک دکان میبرم. شاید دکان تلفن باشد. او نمرده است. زنده بودنش را میدونم. از بیمارخانه گریخته است. شما را برای بیان دادن آوردند. خواهش میکنم اون آدم را یابید. یگانه شاهدم اوست. التماس میکنم یابید. شما خواطر نشوید. افاده‌تان را دهید. دوامش را به من گذارید. من بود خبر میدم که اون کجا رو خوبه. مایش. پدر از من پرسیده چرا چون این کار کردید؟ زود واخوری را با دکتر من کنید. جوانی نکن. دکتر را خودت هم شنیدی. کودک‌ها هر روز کلانتر شده ایستادن. خودت نمیرسیدی. سرم گرنگ شد. التماس مرا مجبور نکنید. مرا فهمید. باید زود از این کودک‌ها خلاص شوی آسمان. این کاری آسان نیست که سراسیمه قرار براریم. حالا با امیر هم مصلحت نکردن پدر. مصلحت کنی چی میشود؟ فکر میکنی غمی تو را خورده قرار میبراره؟ اگر اینطور میشد در بدر گشته تبابت میکرد. او چی کار کرد؟ کوشش کرد در بدن کودک ها.
گوش کن دخترم، این حیاتی تو است. برای همین قرارت را برار. در این کرسی آقای امیر نمیشیند. اگر می نشست چشمش چیزی را نمیدید. آخر راست میگوید. من دویا یافتن نمیتوانم و باز اگر دکانیک باشد. در وقتش رسیدید. من همه برآمدم. خیریدی رو خوابونیدم. شیرش هم در جوان است. اگر با سرش رو شوید خیلی منتدار می شدم. تو با کجا می روی؟ خدا از این بدتر شوی. شما چه خیلی انسان هستید؟ هر وقتی که به این خانه بیایم دخترم تک و تنها نشسته است. مگر وجدان ندارید؟ گوش کن، مادامی وجدان را میپرسی تویو تماشا کن. آقای خیردین در بیمارخانه است. درباره خانه تو با او گفتی همینطور؟ تو گفتی؟ پدر تو خاموش یاسمن. وقتی که خرتان عذاب گذشت ما بد شدیم. دوستها، غارتگرها. از این پس شما خانه ندارید. کنی زود چیز و چارت را جمع کن. این قدر سال نشسته‌تان بسنده است. پولم را میخواهم با کرایه خانه. غالب با کجا میرویم؟ آخر بچه ها کودک ها. شما را نمیدانم، اما من هرچه زودتر دخترم را از اینجا میبرم. با هیچ کجا نمیروم پدر. در کوچه همونم، همراه شوهرم میمونم. میبینید غالب باز برای زاری و تولا آمدی خانم نباهد. غالب بیا گپ زنیم. گوش کن، در این روز زمستان با ما چنین رفتار نکن. با آقای خیردین گپ زدم، او هم نمیخواهد. خانه رو فروخته پول رو میدهیم، اما حالا نه. به این هم یک درد و بلا در سرمون داریم. میفهمی غالب؟ حالا یا بعد قرارش را من میبرارم. اما اگر خواهی تو هم میتوانی قرارم را آسان بگردانی. چطور؟ آن کودکان را نمیخواهم خانم نباهد. آخر من هم نمیخواهم. گوش نمیکنم. چی کار کنم؟ پس کاری کن که آنها به گپت گوش کنند. غالب کشاد و روشن گپ زن. چی میخواهی؟ یاسمن با آن کودکان مادری کرده نمیتواند. یک کار کرده یاسمن را راضی کن یا مجبورش ساز. کاری همیشگیه. من دخترم را در برم میخواهم خانم نباهد.
نمیشوم کمال جونم. تعبم رو خیره نمیکنم. معلوم میشود صدایم بسنده نیست. میخواهد رویم رو ببیند. سلام. خانم آسیا مرا انتظارند. مرحبا. ایستو. من میکشویم. مدامی آدمی مهم است. تو با پایم فرماده درمال کن. امروز من خدمت میکنم. مرحمت. سلام. خوش آمدید خانم. خوش باشید. خوش آمدی دخترم. خوش باشید. بیا گذر دخترم. گذر شین دخترم. کمک کن. بیایید کمک کنم. زحمت نکشید. یاردم کن. تشکر. راحتی؟ بیا این بالیش رو گذارم. تشکر. شد تشکر. چی شد مادر جان؟ هیچ چیز نیست پسرم. هیچ چیز نیست. باز آن زن از ما چی میخواد؟ به این هم روزی گذشته تورتمون رو پرتوفته بود. یاسین رفته به خالای آسیا شکایت میکنم. دیگر مادرم در اینجا کار نمیکند میگویم. یاسین نیست. یاسین با من گوش کن. با پایم فرا. با بالا میبرایم. پسرم حالا وقتش نیست. خانم آسیا مهمان دارد. وعده دهید که دیگر زیق نمیشوید. وعده میدهم. بیا رفتیم. ناراحت نیستی؟ نه خوبم. دیروز وقتی که تو رو دیدم کمی بیمار می نمودی. حاضر خوبی؟ خوبم. صدمه و خیر. شیرینی. نه تشکر. دیلک گوش میکنم خانم. زود چای دم کرده بیار. چای تیار است خانم. پس چرا نمیاری؟ در اصل شما رو ناراحت کردن نمیخواستم. مادرم گفتن که یک چیزی است. اون رو باید گرفته برم. این خیلی میشود تو اینجا آمده ای. تو رو همین خیلی جواب نمیدی. هم یک چای می نوشیم. میلش گفتی شما شود. پسر دیوانه. گویا دنیا با آخر می رسیده باشد. گویا سر و لباسش را دیگری وز نمی کند. همیشه فکر نکرده گپ می زند. اگر من از پسش تازه نکنم فرزند است آخر. اگر با او یگان واقعه شود من میمیرم.